سلام بچه‌ها، به اولین ویدیو از چنل هاریس کرایمز خوش اومدید و میخوام امروز درباره اولی پرونده جنایی که تو این چنل باز میشه صحبت کنیم. پرونده یه دختر 5 ساله به نام ملیکا. قبل از شروع ویدیو میخوام ابراز تأسف کنم و تسلیت بگم به اون خانواده که همچین غمی رو تحمل کردن و میریم که جزئیات پرونده رو با هم داشته باشیم. همه چیز از اعتیاد یه پدر شروع شد. پدری که معتاد بود و با همین وضعش 3 تا بچه داشت. همین مردی که ما حرفشو میزنیم، یعنی پدر این 3 فرزند، یه فرد مشخص مواد میگرفت. این مرد درستی نبود 100% وقتی تو همچین کاری فرد درستی نیست. و این پدر وقتی در مرور زمان مواد گرفت، یه جا به بعد نتونست پولشو پرداخت کنه. حالا به هر نحوی که ما نمیدونیم چرا، به چه دلیل، یعنی واقعا پولشو نشته یا از اعتیاد زیاد بوده، ما نمیدونیم. ولی از یه جا به بعد دیگه نتونست پولشو پرداخت کنه و از یه حدی که گذشت اون مواد فروش شاکی شد و دنبال یه راهی گشت که بتونه پول خودشو زنده کنه. اما داستان غم انگیز ما از اوایل شهریور سال 1397 شروع میشه، جایی که این فرد ساقی یا مواد فروش سعی کرد به جای اقدام درست پسر 10 ساله اون مردو به گروگان بگیره تا شاید مرد پولشو پس بده. ولی روزا میگذره ولی این اتفاق نمیفته و وقتی میبینه 5 روز گذشته و مرد معتاد پولشو پس نده، اقدام به کارهای خطرناکتری میکنه. اون مسلحانه وارد خونه اون مرد میشه و دختر 5 سالش یعنی ملیکا و مریم 18 ساله رو با تهدید زرد بوشد به گروگان میگیره. اما این داستان با یه گروگانگیری ساده به پایان نرسید. این وقتی که دخترها گروگان گرفته شده بودن، پدر این خانواده با وضعیت وخیمی که داشت، یعنی تو احتیاط بود، باز سعی کرد به کلانتری گزارش بده این اتفاقو و حتی شکایت تنظیم کنه. اما چون تهدید میشد، دائما مورد ضرورت قرار میگرفت، نتونست این کار رو انجام بده. ولی توی طی این مدت که این مرد، این پدر سعی میکرد بچه‌هاشو نجات بده، این گروگانگیر 23 روز اون بچه‌ها رو نگه داشت، اونا رو دائم شکنجه کرد، اونا رو به زندان خونگی انداخت و حتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد. یعنی متاسفانه این داستان با آسیب دیدگی روحی و روانی به پایان نرسید. ملیکا دختر بچه 5 ساله به علت آسیب دیدگی بیش از حد و دیر رسیدن به بیمارستان جون خودش رو از دست داد. ولی داستان برای این مرد ساقی با مرگ ملیکا به پایان نرسید. این مرد وقتی فهمید ملیکا توی بیمارستان جون خودش رو از دست داده و دیگه اون یک قاتل محسوب میشه، فرار گذاشت و دائم مخفیگاهش رو عوض میکرد. وقتی پلیس فهمید این مرد سعی در فرار داره، به گشت و گریز افتاد. اونا سعی کردن که این مرد رو پیدا کنن و بالاخره و خوشبختانه این مرد رو پیدا کردن. این مرد برای شکایتی تنظیم شد و اگه به طور خلاصه بخوام بگم، اتهامات این قاتل اینا بودن: قتل عمد، آدمربایی، کودک آزاری، حبس غیرقانونی و ضرب و جرح عمدی و حتی تجاوز، که البته به خاطر قانون کشور اینو جزو جرایم نذاشتن، چون توی قانون کشور برای ثبت جرم تجاوز 4 تا شاهد یا 4 بار اعتراف از سمت متهم به تجاوز نیازه. در آخر مرد به اعدام در ملأ عام محکوم شد و فیلم اعدام اینو در آخر براتون میذارم.